این هیولایی که جلوی روی شماست یک انسان نیست، بلکه یک سوسک جهش یافته است. دسان به اون سلام میکنه، ولی مرد سوسکی به اونها حمله میکنه و دوست دختر دسان رو میکشه. مرد سر مرد سوسکی داد میزنه، ولی اون بدون اینکه هیچ حرفی بزنه میذاره میره. دسان به سرعت پیش کاپیتان میره و میپرسه که چه اتفاقی داره میفته. کاپیتان گفت که 500 سال قبل جمعیت ژاپن داشت خیلی زیاد میشد و جزیره اونها جای خالی نداشت. پس اونها تعدادی سوس رو به مریخ فرستادن برای اینکه بفهمن اونجا زندگی هست یا نه. طی این 500 سال سوسکا تکامل یافتن و به تدریج شبیه به انسان‌ها شدن. پس از 500 سال بالاخره وقتش رسیده که اونها رو نابود کنیم. آقای دکتر گروهی از انسان‌ها رو به مریخ میفرسته و به اونها قول میلیون‌ها دلار رو میده. ولی وقتی اونها به مریخ میرسن میفهمن که سرشون کلاه رفته. مردهای سوسکی بسیار قوی هستن. پس آقای دکتر دی ان ای اونها رو برای انسان‌ها میذاره که از پس اونها بر داشتن سر این موضوع بحث میکردن که یک مرد سوسکی اونها رو پیدا میکنه و به سمت اونها میره. کاپیتان فردی رو برای مقابله میفرسته. مرد بیرون میره و پازه رو به خودش میزنه. پازه شروع به اثر کردن میکنه و اون رو به یک مرد سوسکی تبدیل میکنه. مرد سعی میکنه با قدرت خودش سوسک رو آتیش بزنه و اون به زمین میفته. مرد فکر میکنه که همه چیز تموم شده، ولی سوسک بلند میشه و اون رو میکشه. همه توی فضاپیما ترسیدن. اونها فکر نمیکردن مردهای سوسکی انقدر قوی باشن. اون به فضاپیما میرسه و سعی میکنه که شیشه رو بشکنه. میشه. همه توی کابین شوکه میشوند. یکی از افراد پازه رو به خودش میزنه. اون هم به یک مرد سوسکی تبدیل میشه و قدرت بسیار زیادی پیدا میکنه و سوسک رو میکشه. ولی همه چی به اینجا ختم نمیشه. رادار نشون میده که گروه بزرگی به سمت فضاپیما میایه. فضاپیما بعد از سقوط قادر به پرواز نبود. 2 نفر از افراد گفتن که ما با آنها میجنگیم و بقیه با فضاپیمایی که 5 کیلومتر اونورتر است فرار کنند. در همین حال مردهای سوسکی به فضاپیما رسیدن و به داخل کابین اومدن. یکی از افراد با قدرتش اونها را آتیش میزنه و فرار میکنه. افرادی که مونده بودن شرایط خیلی بدی رو داشتن. اونها توسط سوسکا محاصره شده بودن. یکی از این افراد شرایط بد رو میبینه و درهای فضاپیما رو میبنده. اکسیژن اونجا خالی میشه. مردهای سوسکی و اعضای تیم داشتن خفه میشدن. در همین حال گروهی که فرار کرده بودن هم در خطر افتادن. یک دیوار 100 متری از مردهای سوسکی جلوی اونها سبز شده بود. اونها دل خودشون رو به دریا زدن و با تمام قدرت به سمت موج رفتن و خوشبختانه زنده موندن. ولی قبل از اینکه استراحت کنن موج دوم فرا رسید. 2 تا از خانم‌های تیم تصمیم میگیرن که بجنگن. اونها پادزهر رو زدن و به سمت موج رفتن. اعضای تیم از پس اونها بر اومدن، ولی وسیله نقلیه اونها 100 متر اونورتر پرت شد و همه آنها بیهوش شدند. خوشبختانه سفینه سالم ماند و اونها رو به مقصد رساند. وقتی اونها داشتن کارهای برگشت خود رو میکردن، تعدادی مرد سوسکی به اونها حمله میکنن. مرد لباس خودش رو در میاره و تتوهای اون نشون میده که اون مرد عادی نیست، ولی بعد با چند گلوله به زمین میفته. مردهای سوسکی فقط عضله‌ای نیستن. اونها میتوانن به خوبی بجنگن. علاوه بر قدرت بسیار زیاد، اونها آیکیوی بسیار بالایی هم دارن. دسان برای کشتن اونها به خودش پادزهر میزنه و به مرد سوسکی تبدیل میشه. چشم‌های زیادی در پیشونی اون پدیدار میشه. دسان به سمت اونها حمله ور میشه. به هوا میپره و یکی از اونها رو با یه مشت میکشه. یکی از اعضای دیگر تیم که دید داره به دسان خوش میگذره نیز پادزهر رو به خودش زد و به دسان کمک کرد. در یک چشم به هم زدن گروه بزرگی را میکشن. در همین حال 2 مرد سوسکی از تخم بیرون میآیند.
یکی از اعضا سعی میکنه کنترل اونها رو به دست بگیره، ولی اون میفهمه که توانایی چنین کاری رو نداره و اعضای تیم توسط مردهای سوسکی کشته میشوند. بعد دو رئیس و مردهای سوسکی اعضای دیگر رو پیدا میکنن. رؤسا دستور میدن اونها رو بکشن. دسان و بقیه پازهر رو میزنن و مردهای سوسکی نمیتوانن اونها رو بکشن. یکی از رؤسا با خال سفید روی سرش به دسان مشت میزنن و اون رو به چند متر اونورتر پرت میکنن. اعضای تیم نمیتوانستن رؤسای مرد سوسکی رو بکشن. دسان که این رو دید پازهر رو به خودش میزنه و شروع به کشتن میکنه. دسان قدرت بسیار زیادی رو پیدا میکنه، ولی بعد از مدتی اون و اعضای گروه خسته میشود. یکی از اعضا آخرین پازهر رو به خودش میزنه. اون میدونست که این پازهر اون رو به یک مرد سوسکی تبدیل میکنه. میجنگه ولی پس از مدتی از هوش میره. دسان تنها بود و همون لحظه یکی از رؤسا به اون حمله میکنه. یک چیز درخشان نزدیک میشه. معلوم میشه که اون دوست دختر دسان است که توسط مرد سوسکی کشته شد. دوست دختر دسان بالای سر اونها پرواز میکنه و گرده سفیدی بر سر اونها میریزه. دسان برای اون نگران شد، پس بالهایش رو باز کرد و به دنبالش رفت. اون سعی کرد که دوست دخترش رو نگه دارد، ولی مردهای سوسکی از زمین به اون شلیک میکردن. بعد آتیش اسلحه ها به گرده ها میخوره و یک انفجار صورت میگیره. خوشبختانه دسان توسط همتیمیش نجات پیدا میکنه و مردهای سوسکی نابود میشوند. دسان که از هوش رفته بود بلند میشه، از اعضای تیمش که در حال مرگ خداحافظی میکنه و به فضاپیما میره، ولی میفهمه که یکی از اعضا هنوز زنده است. پس اون 2 نفر با سفینه فرار میکنن و مردهای سوسکی اونها رو میدیدن که از جو خارج میشدن.